سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوایم چند تا از بازی‌ها رو با هم ببینیم. بازی‌های این جانب که زاکارتات بازی کردیم با سفید، حرکت D4، حرکت G6 رو انتخاب کرده، از F3 فیلش رو میاره میذاره تو خونه G7، فیل کادو میکنه، اسبش رو گسترش میده. حریف فیل دو گوشه به قول معروف قلعه خونگی میخواد بازی بکنه. قلعه میریم دو طرف، اسب رو گسترش میدیم و اینجا من اسب رو گذاشتم توی خونه E5 و حریف تصمیم گرفت اسبش رو بذاره خونه D7. من پیاده خونه F4 انجام دادم و از اسبم مجددا دفاع کردم. بعد از تعویض حمله میکنیم به اسب حریف، اسب برمیگرده میره به خونه F7 که اینا همه توی گشایش زاکارتات هست. اینجا من وزیرم آوردم گذاشتم خونه F3 و اینجا حریف حرکت C5 رو انجام داد که حرکت بدی نیست. قسمت سمت چپ صفحه هم میبینید یه برتری جزئی به من میده ولی هنوز کار خراب نشده. من وزیرم گذاشتم تو خونه H3 که این ستون رو داشته باشیم برای ادامه بازی و حملمون به سمت شاه حریف که اینجا حریف حرکت اشتباه زدن پیاده خونه D4 رو انجام داد که کار رو براش در ادامه سخت‌تر که همین اشتباه کوچیک برتری میاد به سمت سفید. اینجا یه حرکت اشتباه دیگه هم حریف انجام داد که باعث شد تقریبا تو 20 حرکت بتونیم این بازی رو در بیاریم. حرکت F6 رو بازی کرد. حالا به نظرش خوب اومده بود، میخواست به این پیاده حمله بکنه و بعد به قول خودش رخ‌ها رو تعویض کنه که خب ما تو زاکارتات اجازه این حرکت رو نمیدیم در زمانی که این پیاده بی‌دفاع باشه. پس من اون پیاده رو زدم و کیش اشاره به خونه H8. حالا اینجا حرکتی که من زدم تصمیم گرفتم فیلم رو اینجا قربانی بکنم تا ابتکار عمل رو به دست بگیرم، یعنی بخشی از برتری اینجا رفت چون حریف اون فیل رو مسلما میزنه، حتی میتونه هم قبول نکنه، اینم بماند. حریف زد و رخ رو من آوردم گذاشتم خونه F3. رخ رو بلند میکنیم، آماده میشیم که رخ رو بیاریم به خونه H3 و کیش بدیم. حریف اینجا تصمیم گرفت پیاده خونه E4 E5 رو هم بزنه که دیگه عملا کارش تموم شد. رخ H3 کیش، فیل میاد برای جلوگیری از کیش، فیلو میزنیم و شاه میاد به خونه G7 و وزیر G6 کیش. حالا اونجا که من گفتم حرکتی که اینجا تصمیم گرفتم فیل رو قربانی بکنم و سیاه پذیرفت، کامپیوتر این حرکت رو دوست نداشت. چرا؟ برای اینکه حرکت بهتر اینجا این بود که خب من که برتری گرفته بودم بیام وزیر رو برگردونم، بعد تهدید کنم که این پیاده رو بزنم و بهترین حرکتی که سیاه میتونه داشته باشه اینی که شاهش رو بیاره به خونه G8 و در ادامه من این پیاده رو با کمک وزیر ببرم به خونه E6 و اسب باید برگرده. در حرکت بعدی فیل آس حمله به رخ جابجا میشه، حرکت اسب F3 و اون پیاده رو رها میکنیم و در ادامه حریفم اسبش رو میاره بیرون چون اون پیاده محافظت داره با وزیر. حالا اینجا ما داریم اسبمون میاریم به خونه H3 و حریفم اسبش رو میاره به خونه E7 و یه همچین حالتی برسیم دیگه که در ادامه دوتا رخ میان به ستون E و F و یه همچین حمله ما شکل میدیم و به این صورت بازی ادامه پیدا میکنه که این دروازه دیگه مطمئنه، یعنی اگه بیس موو دو طرف بازی بکنن بازی به اینجا میرسه. ولی من اینجا حرکتی که انجام دادم اشتباه حریف بود که برتری رو اینقدر به من داد، وگرنه فقط یه حمله سنگین بود که خب میتونست دفاع بکنه شاید، ولی خب دیگه این باعث شد این بازی تو 20 حرکت تموم بشه. و اما بازی دوم، تو بازی دوم بازم ما میخوایم زاکارتات بازی بکنیم. اینجا حریف حرکت فیل F5 رو انجام داد، ما فیلمون رو گذاشتیم تو خونه D3. حریف ترجیح داد این فیل رو تعویض بکنه تا از حملات ما جلوگیری بکنه. ما مشکلی با زدن این فیل نداریم چون خونه مهم E4 رو ما اینجا داریم کنترل میکنیم که خونه مهمی است برای ما تو گشایش زاکارتات. گشایشمون رو ادامه میدیم، حریف
هم گشایش رو ادامه میده. فیلش رو میبره میذاره خونه C7 با این طرح که وزیرش رو بیاره به خونه D6 و یه طرح مات ایجاد بکنه. ما اسبمون رو از قبل هم برنامه داشتیم که بذاریم تو خونه E5، حریف وزیرش رو میاره خونه D6 علیرغم اینکه ما اسبمون تو خونه D5 و جلوی این مات رو میگیره. من حرکت A4 رو انجام دادم، حریف اسبش رو گذاشت تو خونه D7 که بخواد این اسب رو با اسب من تعویض بکنه و ادامه بده طرح مات خودش رو. ولی خب ما اینجا حرکتی که داریم حرکت A4 اصلا برای همین انجام شده بود که رخ از خونه A3 محافظت بکنه و فیل بیاد به خونه A3 حمله به وزیر. با پیاده دفاع شده. در ادامه ما هم از اسبمون مجددا دفاع کردیم چون نمیخوایم خونه E5 رو از دست بدیم. حریف حرکت B6 رو انجام داده. اینجا من وزیر رو پروندم آوردم خونه H5 طرح مات در خونه F7 با کمک اسب. خب اینجا حالا حریف تصمیم گرفت که این اسب خطرناک رو کلا حذف بکنه. بعد از اینکه ما این اسب رو پس گرفتیم مجددا طرح مات در خونه F7 ایجاد میشه با کمک رخ این دفعه که حریف اینجا وزیرش رو برگردون که از این مات جلوگیری بکنه. پیاده خونه C5 رو من زدم و در ادامه حریف تصمیم گرفت قلعه بره که در این موقعیت که من حمله به این سنگینی دارم حرکت اشتباهیه، چون در ادامه با زدن پیاده خونه B6 همزمان ما حمله میکنیم به وزیر و به رخ حریف. وزیر رفته به خونه E8 که از زیر ضرب فیل خارج بشه. خب الان اینجا من دقت کنید شما میبینید که رخ بر ما هستش و عملا نمیشه این رخ رو نجات داد و همین در ابتدا فیل زده شده. حریف حرکت اسب C6 رو انجام داده و من اینجا رخ رو زدم و اینجا اسب رو آوردم به خونه F3 و حریف هم رخش رو گذاشت به خونه A7 که روی پیاده خونه C7 ضرب داشته باشه در ادامه. ولی خب ما اینجا طرح مات داریم، دوباره اسب میاد به خونه G6. اصلا این حرکت در ابتدا برای همین امر شروع شده بود. اسب اومد به خونه G6. خب حریف از طرح مات جلوگیری کرد با حرکت H6 و اینجا اسب میپره میره به خونه E6 حمله به وزیر حریف. دقت کنید که اگه با پیاده اسب رو بزنه خب وزیرش میره و در ادامه پیاده خونه C7 وزیر میره با کیش و شاه باید مجبوره که رخ رو بزنه و در ادامه پیاده خونه E7 وزیر میشه و از اون بر کیش میدیم و با توجه به مهرهایی که تو این حمله هستن عملا کار سیاه تمام شده است. بنابراین سیاه اینجا وزیرش رو جابجا کرده آورده به خونه E7 تا همچنان بتونه از طرح مات در خونه F7 جلوگیری بکنه. اینجا من پیاده رو روندم و وزیرش کردم و اینجا حریف خیلی با شخصیت انصراف داده. و اینکه اگه دقت کنید در ادامه مات در 6 حرکت هستش و عملا کاری از دست سیاه بر نمیاد. یکم به این پوزیشن اگه دقت کنید ببینید آیا طرح مات در 6 حرکت رو میبینید. البته خب مثلا به روش‌های مختلفی میشه این پوزیشن رو تبدیل به برد قطعی کرد. بهترین حرکت اینجا اینه که با وزیر جلوی مات رو بگیره، اسب میزنه و در ادامه به این صورت مات میشه و تمام. اینم بازی دوم. و اما بازی سوم حرکت D4 ما همون گشایش زاگارتار رو داریم بازی میکنیم. حریف فیلش رو گذاشته تو خونه F5 و اسبش رو تو خونه F6. در ادامه اون یکی فیلش رو آورده به خونه D6 که یه قطر خوبی بگیره. ما هم فیلمون رو میذاریم به خونه B2. حریف قلعه میره، ما هم قلعه میریم و اینجا حریف تصمیم گرفت اون فیلش رو با فیل ما تعویض بکنه که ما مشکلی نداریم. یه بخشی از برنامه ها کنسل میشه ولی همچنان این خونه مهم رو ما میتونیم داشته باشیم. در ادامه حریف رخش رو آورد گذاشت توی ستون E تا این ستون مهم رو بتونه کنترل کنه و در ادامه بتونه پیادهش رو برونه. من ترجیح دادم حرکت A3 رو بازی بکنم که از ورود اسب و فیل به خونه B4 در ادامه جلوگیری بکنم. یه حرکت پیشگیرانه و در اینجا حریف پیادهش رو رون که دقت کنید ما با 3 زور داریم این خونه رو کنترل میکنیم و حریف هم با 3 زور داره از این خونه دفاع میکنه. ولی مشکلی که هست اینه که اگه اسب بپره و این
پیاده رو بزنن در ادامه 2 زور باقی میمونه. بنابراین من اینجا با پیاده زدم حمله به فیل و اسب حریف، بنابراین حریف پیاده رو زده، من با اسب زدم و بعد از اینکه حریف با فیل پس گرفت، من اینجا ترجیح دادم که با حرکت D4 از تعویض فیل ها جلوگیری بکنم، چون این فیل ما خیلی تو حمله میتونه به ما کمک بکنه. حریف فیلش رو برگردونده، من حرکت اسب F3 رو انجام دادم. اون که گفتم پیاده فیل خونه D3 رو حالا ما میدیم اون قدم ناراحت نمیشیم، برای این بود که خونه E4 تو کنترل ما باشه و اسب نتونه به خونه E4 بیاد. اما متاسفانه اینجا حریف اسبش رو تونست به خونه E4 برسونه و خونه خیلی مهمیه که خونه های خیلی زیادی رو این اسب کنترل میکنه و یه اسب به عبارتی اسبه. و در ادامه من اسبم بردم گذاشتم خونه E5، منم اسبم رو مرکزی کردم، حریف نزد، رخش رو آورد به خونه E6 و در ادامه با حرکت F3 به اون اسب حمله کردیم. ما راضی نیستیم از اینکه اسب اینجا باشه، اسب رفته به خونه G5 و در ادامه وزیر رو آوردم به خونه E1 و حریفم رخش رو آورد به خونه H6 تا این ستون رو بتونه تو کنترل بگیره. و در ادامه من وزیر رو آوردم به خونه G6 G3 که کامپیوتر این حرکت دوست نداشت، مثلا بس حرکت خوبی نبود. حریف اینجا اومد حرکت اسب H3 کیش رو انجام داد که این رو هم کامپیوتر دوست نداشت. چیزی که پشت این حرکت هستش اینه که خب من اگه با پیاده بزنم رخ رو بیاره به خونه G6 و وزیر و شاه منو به هم سنجاق کنه و پین بکنه و عملا وزیر رفتنیه. کاری که میتونم بکنم اینه که وزیر رو با رخ تعویض بکنم، اما خب ما مجبور نیستیم این اسب رو بزنیم و میتونیم با حرکت H1 پاسخ بدیم این کیش رو. در ادامه حریف اسب خونه E5 رو تصمیم گرفته دیگه بزنه و حمله کنه به وزیر که خب ما میتونیم با پیاده پس بگیم و از این تهدید جلوگیری بکنیم. اسب برگشته به خونه G5 و اینجا من حرکت اشتباه کردم و حرکت E6 رو انجام دادم که حرکت زیاد خوبی نیست. من تمرکزم روی این مات بود که داریم ایجاد میکنیم فیل و وزیر روی خونه G7، ولی با حرکت E6 عملا بعد از اینکه حریف این پیاده رو زد عملا خونه مات کنترل میشه و ماتی اینجا وجود نداره. بنابراین این حرکت زیاد جالبی نبود که من انجام دادم. دقت کنید که تایمم داره میفته، مشکل مال اینترنته و فیلتر شکنه که هی قطع و وصل میشه و من این لابلا که فکر میکنم حریف داره فکر میکنه بعد این فیلتر شکن وصل میشه و اینترنت میاد میبینه اوه 2 دقیقه زمان من رفت. همین باعث کلی از اشتباه میشه تو شطرنج که خب ما باعث میشه بیا این ریتینگ ما هم تو این روزا میمونه. حریف حرکت رخ G6 رو انجام داد، من ترجیح دادم وزیر رو برگردم به خونه E1 و اینجا حریف حرکت اشتباه D4 رو انجام داد، حرکت خوبی نبود که منم نتونستم متاسفانه درست از این حرکت استفاده بکنم. بعد از حرکت D4 بهترین حرکت این بود که من این چنگال رو باید میدیدم، اما چون زمانم به نسبت حریف تقریبا نصف زمانم رو از دست داده بودم به اندازه کافی اینجا دقت نکردم. حرکت D4 اینجا عملا سیاه دیگه نابود میشه، ولی خب من ندیدم این حرکت رو و با اینکه حریف این حرکت اشتباه رو انجام داد من یه حرکت عادی انجام دادم و رخ رو گذاشتم توی ستون D که دوباره بازی به برابری رسید. حریف رخش رو برد دوباره توی خونه H6 و در اینجا با حرکت F5 به اسب حریف حمله کردم که اسب رفت به خونه C5. اینجا پیاده خونه D4 رو زدم و اسب برگشت به خونه های مرکزی به خونه E4. در اینجا من به این اسب حمله کردم، بالاخره اسب خطرناکیه و همچنین این اسب الان در حال حاضر به خیلی از خونه‌هایی که میتونه بره توسط مورای ما کنترل میشه. اینجا وزیر این خونه ها رو و فیل این خونه ها رو کنترل میکنه. تصمیم گرفت اسبش رو ببره به خونه D6 و در اینجا من دوباره وزیر رو به حمله اضافه کردم، وزیر G3 و حریف با حرکت G6 پاسخ داد. خب من این پیاده رو زدم و حریف پس گرفت. در ادامه رخ رو آوردم به ستون F، رخ F1 که یه فشاری به پیاده خونه F7 بیاریم که حریف اینجا اشتباهش رو انجام داد. با حرکت اسب F5
به نظر میاد که داره ستون F رو میبنده، همزمان داره به وزیر ما هم حمله میکنه. اما اینجا اشتباهی که هست اینه که این پیاده عملا پین شده و نمیتونه تکون بخوره، بنابراین ما خیلی راحت میتونیم این اسب رو بزنیم. در ادامه حریف حرکت وزیر D7 رو بازی کرد. من فکر کردم که خب میخواد حتما وزیرش رو در ازای 2 تا رخ به من بده و من پیاده رو زدم، دیدم نه، حریف وزیرش رو جابجا کرد که نه من نمیخوام این وزیر رو بدم. خب در ادامه میدونید که مات میشه حرکت رخ G7 کیش و بعد از اینکه شاه رفت به خونه H8 حرکت رخ G6 و بعد از اینکه شاه اومد به خونه H7 حرکت ببخشید اینجا یه ذره آخر شبم هست هستم، حرکت رخ G7 کیش و بعد از اینکه ما حرکت رخ G6 رو انجام میدیم همزمان کیش برخاست رو هم داریم که شاه مجبوره که جابجا بشه و رخ مجددا میره به خونه G7 کیش و بعد از اینکه ما دوباره رخ رو برمیداریم تنها دفاعی که داره اینه که خونه رخش رو بیاره و از کیش جلوگیری بکنه که با حرکت وزیر به G7 کیش رو مات میشه. و اما آخرین بازی امشب، امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این پایین لایک رو بزنید و چنل رو ساب بکنید. این بازی رو هم دوست داشتم بذارم. دقت کنید که من این حریف رو برده بودم در ابتدا با دفاع ایندیشا و درخواست ریمچ شد. خب ما هم جواب مردانگی باید قبول بکنیم که به حریف فرصت بدیم که خودش رو اثبات کنه اگه میتونه ما رو ببره. و در ادامه بر من مهره سفید افتاد تو بازی بعدی و بازی به این صورت شروع شد. ما همچنان تلاش میکنیم که زاکارتات بازی بکنیم. حریف این سری پیادش رو توی خونه C5 گذاشته، حرکت A6 که عملا حرکت اونقدر خوبی نیست اینجا، ولی خب سعی کرد از اون پین جلوگیری بکنه که فیل ما نره به خونه B5 و اسب رو پین کنه که در حال حاضر پیاده خونه D7 اصلا سر جاشه و عملا یک حرکت رو اینجا هدر داد. چندین حرکت با پیاداش بازی کرد. اینجا به فیل خونه D3 ما حمله کرد که خب ما این فیل رو به این راحتی دوست نداریم از دست بدیم، برای من حرکت E2 رو انجام دادم که نذارم بزنه و در ادامه به اسب حمله کردم و اسب برگشت عقب و در ادامه دوباره فیلم رو گذاشتم تو خونه D3. یه تم اینجا از دست دادم ولی خب عملا حمله ما همچنان برقرار. حریف حرکت F5 رو انجام داد و ما حرکت اسب D4 رو انجام دادیم. اگر هم دقت کنید تا اینجا من 2 دقیقه فکر کردم و حریفم حدوداً 30 ثانیه بیشتر فکر نکرد و تا اینجا بازی داره روند عادیشو پیش میبره. من اینجا اسبم رو گذاشتم به خونه E5 و اسبا رو تعویض کرد و قلعه رفت. حالا از اینجا من حرکت F4 رو انجام دادم و از پیاده خونه E5 خودم دفاع کردم و اینجا اسب رفت به خونه D6 که اینجا من یه پیاده از دست دادم. اما خب بازی همچنان ادامه داره. وزیر رو آوردم به خونه F3 و حریف رخش رو گذاشت تو خونه B8 و در ادامه منم رخم رو گذاشتم تو ستون D که وزیر رو به صورت غیر مستقیم زیر ضرب داشته باشم. اینجا فیل اومد به خونه B7 و حمله به وزیر. خب من اینجا وزیر رو گذاشتم خونه G3 و وزیرش رو برداشت که همون تو ستون رخ من نباشه و اینجا من حرکت وزیر G5 رو انجام دادم و حریف حرکت D5 رو انجام داد. دقت کنید اینجا یهو کم کم داره زمان من میفته. من حرکت H4 رو انجام دادم، حریف اسبش رو برگردون و حرکت رخ به F3 انجام دادم و حریف حرکت G4 رو انجام داد. من رخ رو گذاشتم توی ستون وزیر، حرکت رخ G3 و حریف با حرکت G6 سعی کرد از این وضعیت دفاع بکنه که دقت کنید که این پیاده نه فقط با این پیاده بلکه با اسب هم در حال محافظت شدنه. من پیاده خونه D4 رو زدم از اونجایی که حریف پیاده خونه E3 من رو نزد، اجازم خودم بزنم تا قطر فیل باز بشه. حریف حرکت اسب F7 رو انجام داد، حمله به وزیر رو جابجا کردم به خونه F6 و اینجا حریف پیشنهاد تعویض وزیرها رو داد که کامپیوتر میگه که اینجا جایی نیست که تو بخوای
پیشنهاد تعویض وزیر بدی و عرفان قبول بکنه. اما دقت کنید این پایین عملا زمان من بخش زیادش اینجا رفته. اینجا اتفاقی که افتاد، خب اینترنت من قطع شده بود و من بین حرکت‌های حریف رو اولا نمیتونستم به موقع ببینم، دوم حرکت خودم به موقع اجرا نمیشد و عملا کنترل اعصابم کم کم داشت از دست میدادم. ولی اینجا بعد از 2 دقیقه تونستم حرکت رخ G6 رو که تصمیمش رو گرفته اجرا بکنم، ولی عملا زمانم داره هر لحظه کمتر میشه. حریف پس کرد و من اینجا 1 دقیقه دیگه هم وقت از دست دادم که تا این حرکت رو انجام بدم، در صورتی که خب من از اول این حرکت رو اصلا پریموو کرده بودم. ولی خب دیگه همین این دلایلی که باعث میشه من هنوز نتونستم اونقدر مرتب روی ریتینگ خودم کار بکنم و واقعا فکر کنم از ما دیگه گذشته با این وضعیت اینترنت بخوایم ریتینگمون رو بالا ببریم. حریف شاهش رو برد خونه H8 و در اینجا من با حرکت D5 کیش دادم و حریف با حرکت E4 دفاع کرد و عملا اینجا اینترنت من کاملا قطع شده بود و من به زور تلاش کردم که یه حرکت اجرا بکنم که حرکت H5 رو انجام دادم که حرکت خوبی هم نیست، ولی عملا این پوزیشن برنده است، یعنی برتری مثبت 8 هستم من اگه این بغل رو نگاه بکنید. حریف اینجا پیاده خونه H5 رو 4 رو زده و عملا اینقدر وایساده تا اون 1 دقیقه تایم من تمام بشه و با اینکه دیده من اونجا دیسکانکت شدم عملا مونده که بازی رو به این روش ببره که به نظرم حرکت جوانمردانه نیست. وقتی شما میدونی که ما در 6 حرکت داری و میدونی که عملا نمیتونی اینو سیو کنی، به نظرم بهتر بود که انصراف میداد یا حداقل نمیدونم واقعا من باشم این همچین بردی رو قبول ندارم. وقتی باختی میتونی انصراف بدی و باختت رو قبول بکنی. اما خب حریف این حرکت رو انجام داد و در ادامه حالا اینجا زده ریزاین، ولی عملا من از بازی خارج شد و باختم این بازی رو. تا اینم ببینید که بدونیم ما با چه شرایطی داریم بازی میکنیم و با چه اینترنتی داریم بازی میکنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظرتون رو این پایین کامنت بذارید، من نظرها همه رو میخونم و ازشون انرژی میگیرم. خدا یار و نگهدارتون.